چه اتفاقی میفته که اتفاقهای کوچیک باعث حوادث بزرگ میشن؟ برای این مسئله بیمه مسئولیت وجود داره که اگر ما سهوا به اموال کسی آسیب برسونیم از ما محافظت میکنه و نیازی نیست که خسارت رو از جیب خودمون پرداخت کنیم. به عنوان مثال وقتی که به خونه دوستی میریم و به صورت اتفاقی لیوان آب رو روی لپتاپمون برمیگردونیم، در واقع به اموال اون خسارت زدیم. تعویض لپتاپ میتونه خیلی گرون باشه و اینجاست که بیمه مسئولیت به ما کمک میکنه. بیمه مسئولیت در آلمان اجباری نیست، اما در برخی موارد وقتی به دنبال خونه میگردیم صاحب خانه میتونه از ما درخواست بیمه نامه مسئولیت بکنه. اگر قرارداد اجاره نیاز به بیمه نامه مسئولیت داشته باشه و شخص مورد نظر تحت نظر جاب سنتر باشه، جاب سنتر این هزینه رو پوشش میده. بیمه مسئولیت فقط خساراتی رو پوشش میده که به اموال دیگران وارد شده. بنابراین اگر لیوان آب رو روی لپتاپ خودمون بریزیم، هزینه‌اش رو باید خودمون پرداخت کنیم. بیمه مسئولیت همچنین فقط خساراتی رو پوشش میده که به صورت عمدی ایجاد نشده باشن. بنابراین اگر به وقت دعوا به صورت عمد یک لیوان آب رو روی لپتاپ دوستمون بریزیم، بیمه مسئولیت این هزینه رو پوشش نمیده. لزومی نداره که بیمه نامه مسئولیت شما خیلی گرون باشه. بیمه‌نامه‌هایی وجود دارن که در سال برای اونها فقط 40 تا 60 یورو پرداخت میشه. بیمه کلید. بیمه‌نامه‌های مسئولیتی هم وجود دارن که شامل بیمه‌نامه کلید میشن. بیمه کلید یک نوع خاصی از بیمه مسئولیته که در صورت گم شدن کلید هزینه ساخت مجدد اون رو پوشش میده. چون هزینه ساخت مجدد کلید در آلمان میتونه بسیار گرون باشه. بیمه کلید رو هم میتونیم به صورت جداگانه بگیریم، هم میتونیم بیمه‌نامه مسئولیتی رو بگیریم که شامل بیمه کلید هم میشه. پورتال چک 24 پورتال خوبیه برای اینکه به شما کمک کنه بتونید بیمه‌نامه مناسب خودتون رو پیدا کنید. همچنین امکان این وجود داره که به صورت مستقیم از خود شرکت‌های بیمه‌نامه مسئولیت بگیرید. شرکت‌های مثل آکسا، آدآسه یا گوتا شرکت‌های شناخته شده‌ای هستند.